از کلیسای دمیتری مقدس شمال کوسوو منظره شهر میتروویتسا نمودار می شود. از بین این شهر نهر عبور می کند و حالا پلی که باید چون نقطه پیوست خدمت کند دو قسمت را از هم جدا نگه می دارد. آب نهر و احساس مردم یک قسم شهر را به آلبانی و دیگری را به سربی جدا کرده است. در بخش آلبانی میتروویتسا مردم خوشحالند. 17 فوریه سال روان کوسوو استقلالش از سربیا را اعلان نمود و اکنون پرچم کوسوو پرافشانی می کند. در همه جا جشن است. من خوشبختی بیشتر نداشتم. در طرف مقابل پل در شمال کوسوو سرب‌ها وابستگی روانی و مالی به سربیا را ادامه می دهند. آنها جانبدار استقلال کوسوو نمی باشند. این یک پارچه کاغذی بی‌قرب است. قانون اساسی نو کوسوو حقوق اقلیت‌ها را کفالت می‌دهد. سرب‌های کوسوو می‌توانند شهروندی دو جانبه، روابط نزدیک با بلگراد و حتی حق آواز در انتخابات ملی سرب را داشته باشند، ولی این وضع به سرب‌های همصحبت رادیوی آزادی اثری نگذاشته است. سرقانون باید برای همه برابر باشد. این قانون اساسی یک طرفه است. بعد از سال 1999 بیش از 200,000 سرب خانه‌هایشان در کوسوو را ترک نمودند. آن زمان حمله‌های هوایی پیمان ناتو، پاککاری‌های قومی رژیم رهبر سرب سلوبودان میلوشویچ بر ضد آلبانی‌ها را متوقف نمودند. حاضر 90% اهالی کوسوو آلبانی تبار هستند و تاکنون یگان سازش صلح نتوانسته است سرب‌ها و آلبانی تبارهای کوسوو را به هم نزدیک کند. تاریخ میگوید که کوسوو دائما از ما بود و آن همه وقت حداقل در دل ما میماند. نواربردارهای آلبانی با سبب‌های امنیتی از عبور به شمال میتروویتسا خودداری می‌کنند و در آن سوی پل نواربرداران سرب کار را ادامه می‌دهند. هر دو جانب پل اساسی را همچون نقطه داغ ارزیابی می‌کنند و از این رو حضور مردم در اینجا افزایش یافته است. بسیم هاتی افسر پلیسی کوسوو: ما از امنیت و بخطری مردم خوف داریم. ما شاهد برخورد زیاد شده ایم، به ویژه سنگپرتایی از جنوب به شمال. اکثر آلبانی‌های شمال میتروویتسا منطقه‌شان را گوشه 3 برج می‌نامند. آنها برای رفت و آمد پول خود را دارند و سازمان ملل متحد آن را حفظ می‌کند. هر دو طرف را نیروهای مختلف نظارت می‌کنند. سازمان ملل متحد، نیروهای حامی صلح کوسوو و پلیس کوسوو. در پایان کوچه کم دورتر از پل سرب‌ها در کافه دالچه ویتا و یا حیات شیرین نشسته رفت و آمد را نظارت می‌کنند. آنها سبب هم دارند. ماه مارس سال 2004 افراطگراهای آلبانی از پل عبور نموده خانه‌های سرب‌ها و کلیسا را آتش زدند. در برخوردها 22 سرب و آلبانی به هلاکت رسیدند. دو دین، دو زبان، دو جهانبینی. آلبانی‌های کوسوو رو به غرب هستند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ما را آزاد و صاحب استقلال کردند. اما سرب‌ها فکری دیگر دارند. خارجیان در 10 سال یک کارخانه هم نساختند. آنها فقط درباره حقوق بشر و دموکراسی حرف میزنند. گیزیم لطیفی 21 ساله هنرمندی جوان است که در فیلارمونیای کوسوو هنرنمایی می‌کند. نوینا بوسوویچی 14 ساله سال گذشته در آزمون یوروویژن نورسان در راتردام جای سوم را اشغال کرد. گیزیم آلبانی است و نوینا سرب از شمال میتروویتسا. سوال این است که آیا نسل نورس هم گروگان تاریخ خواهد بود؟ تاریخ میگوید که کوسوو دائما از ما بود و آن همه وقت حداقل در دل ما میماند.
мардуми албанӣ дар ин ҷо қадимист ва аввалин шуда ба ин ҷо омад. сербҳо аз русия омадаанд. мо ҳеҷ гоҳ чунин ҳолро қабул намекунем. онҳо мегӯянд ки мо сиёсатро намефаҳмем, вале мо медонем ки ин дуруст нест. мо сарфи назар аз ҷабр дидани доимӣ ба сӯи сербҳо дасти оштӣ дароз мекунем. ба фикрам таърих навишта шуд ва дар оянда ҳамдигарфаҳмӣ мешавад, аммо шояд на ба ин зудиҳо. бале, шояд на ба ин зудиҳо.